سلام و درود وقت شما همه عزیزان بخیر. من سبقت امیری امروز با چند خبر در خدمت شما قرار دارم. تمایل قزاقستان به گسترش روابط تجاری با افغانستان، اعزام یک تیم برای توزیع تذکره برقی به ایران، مدیر کل امور اتباع البرز گفته که تمام دارندگان سرشماری باید بروند، حتی کسانی که پول پرداخت کردند. سفیر قزاقستان در افغانستان در دیدار با مقامات و سرمایه‌گذاران هرات بر تمایل کشورش برای توسعه همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در افغانستان تأکید کرد. با گزارش ایرنا از خبرگزاری صدای افغان آوا، وزارت کشاورزی حکومت سرپرست طالبان اعلام کرد قزاقستان خواهان گسترش فعالیت‌های تجاری در افغانستان است. بر اساس بیانیه‌ای که دفتر مطبوعاتی این وزارت در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، مقامات ریاست کشاورزی هرات، تاجران و سرمایه‌گذاران این ولایت با سفیر قزاقستان در افغانستان دیدار کردند. در این دیدار طرف قزاقستان بر تمایل کشورش برای توسعه همکاری‌های تجاری با افغانستان تأکید کرد. قزاقستان پیشتر نیز برای سرمایه‌گذاری در احداث خط آهن تورغوندی هرات اعلام آمادگی کرده بود. این کشور از شرکای تجاری مهم حکومت سرپرست طالبان محسوب می شود و روابط اقتصادی نزدیکی با افغانستان دارد. دهقانشیری مدیر کل امور اتباع البرز در جمع بزرگان و معتمدین اتباع اعلام کرده است که بعد از برج 12 تمام اتباع دارنده سرشماری باید برگردند. حتی کسانی که در طرح سرمایه‌گذاری شرکت کرده اند پولشان عودت داده می شوند و باید بروند. چگونگی بازگشت و عودت پول بعد عید نوروز اعلام خواهد شد. اداره ملی احصایه و معلومات کشور از برگزاری جلسه هیئت رهبری این اداره خبر داده و گفته که در این نشست پیرامون موضوعات مختلف از جمله اعزام یک تیم برای توزیع تذکره برقی برای مهاجرین افغانستانی در ایران بحث و گفتگو شده است. خبرگزاری صدای افغان آوا کابل، دفتر مطبوعاتی ریاست احصایه و معلومات امروز پنجشنبه 9 یهود با نشر خبرنامه میگویند جلسه هیئت رهبری اداره ملی احصایه و معلومات تحت ریاست عبدالقاهر حاجی ادریس رئیس عمومی این اداره با اشتراک معاونین و رؤسای بخش‌های مختلف این اداره برگزار گردیده است. این اداره میگوید که در آغاز جلسه مطابق آجنده در مورد اجراءات در قبال فیصله های جلسات قبلی گزارش های ریاست های مربوطه ارائه گردیده است. با نقل از خبرنامه در این نشست روی نقطه تذکره، تابعیت، بجت‌ها و جوکی‌های کشور، ساخت انتظارگاه 3 مرکز آسان در شهر نو کابل و اعزام تیم برای توزیع تذکره برقی به مهاجران افغانستانی در ایران بحث و تبادل نظر صورت گرفت. بر بنیاد خبرنامه در اخیر در کنار بحث روی هماهنگی هرچه بیشتر امور و جمع آوری شفاف عواید تذکره تابعیت و برخی از مسائل تدارکاتی و مالی برای بخش‌های مربوطه هدایت لازم نیز داده شده است.